چرا شب و جمعگی نخوردیم؟ من گفتم مولانا صاحب شب و جمعگی درست که دو پیازه را هیچ کس بعدش نمیه. من از که زیادتر کباب خوش دارم، والله خوش دارم، حلال باشه. اما این غذایی که تو خوردی، این مجلس بدعت است. این مال که شما باید همین پول بر یک فقیر و مسکین میدادین، این شما به تجارت دادین. اگر او فقیر و مسکین به خاطر از اینکه مسلمان ها برش کمک نکرده نصرانی میشه و کافر میشه، طفل یتیم، الله در روز قیامت از شما محاسبه میکنه. و چون خلاف طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم شو جمعگی کردین و چل کردین و بر مردم اوت بیان کردین که ما در حدیث خواندیم، در احادیث، در هیچ حدیث نامده، نه در صحیح البخاری، نه در صحیح مسلم، نه در ابو داود، نه در نسائی، نه در ابن ماجه، نه در مستدرک علی الصحیحین، در هیچ کتابی از کتاب‌های حدیث نامده که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم شب جمعگی کرده باشد. آیا از محبت صحابه که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت تو بیشتر است؟ تو دین خوبتر میفهمی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر شب جمعگی مشروعیت می داشت، عثمان ابن عفان وقتی که یک لشکر مکمل میتونه مصرفش بده، نمیتونست که مصرف شب جمعگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بده. نمیتونست روز دویشه عبدالرحمن ابن عوف بکنه. اما اونا میفهمیدن که در شریعت نیست. پس شما مشکل دارم. پس گفتی چی مشکل داره؟ گفتم مشکلش است که در روز قیامت تو در مقابل رسول الله استاد میشی و میگی که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من امت تو هستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که تو مرا غلط معرفی کردی، تو ضد دین ما کار کردی، تو برابر مردم گفتی که مال یتیمه بخو به نام شب جمعگی. ما کی گفتیم که مال یتیمه به نام شب جمعگی بخو؟ ما کی گفتیم که مال یتیمه به نام اسقاط بخو؟ ما کی گفتیم که مال یتیمه به نام روز چل بخو؟ ما کی گفتیم که در خانه متوفا هجوم ببرین 400 نفر و تمام خانه از را چور بکنین، گلم جمع شوین؟ شما امت گلم جمع هستین، نه امت ما. امت ما باید اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانه. امت ما امت رحمت است، امت چور نیست، امت چپاول نیست، امت نیست که باز یتیمش بیایه پیش استاد. والله یتیما پیش ما میه، فامیلشان میه. یک بچه یک آمد گفت استاد 3 بسخه زمین داشتیم، پدرم فوت کرد، کاکایم روز اول و روز 2 و روز 3 و شب جمعگی و چلش خیرات کرده میرفت. میگه ما چیز نداشتیم. مادرم برای گفت که بچیم کاکایت است، البته بیادرش است، دلسوز است، دلش برش میکنه بان که بکنه. وقتی که 40 خلاص شد کاکای آمد برای ما لیست انداخت که قدر مصرف کردیم. گفتیم پیسه نداریم. گفتم این 3 بسخه زمین ما را گرفت فروخت و پیسه خدا کشید. اگر ای کاکای ما بفهمه که ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، در شکمایشان در روز قیامت آتش در میگیره. من یتیم به بارگاه الله دعا میکنم که یا الله او مولویی که پیسی ما یتیمه در جیب خود انداخته، او قاریه که پیسه ما را در جیب خود به نام دین انداخته، او ریش سفید و وکیل و حاجیه که به نام روز 2 روز 3 مال ما یتیما را خورده. یا الله شکمایشان در روز قیامت از آتش پر کن.
این دعای یتیم است. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو.